ما در خیابان علاءالدین میشستیم و دارالامان همون سرک پارلمان بود میگفتن، همونجا که مجلس بود وکیلا و اینا میرفتن اوج زیاد ترکش میشه. ما در همونجا میشستیم. گذشته به خیلی حملات اینطوری زیاد دیدیم. حتی من یک بار میخواستم برم به شفاخانه استقلال خون بودم به خاطری که بسیار زخمی ها را آورده بودن دیگه، زیاد وضع خراب بود. برادر من علی یعقوبی کارمند بود در رادیو مژده. بعد توسط طالبان چند بار تهدید شد. برادر من گوش نکرد، کارش دوام داد، ادامه داد. بعد توسط خودم و طالبا، برادرم در ماشینش سوار بود، توسط طالبا اونا در موتورسیکل سوار بودن دیگه، تیر زدن، سینه برادرم زخمی کردن، قصد کشتنش داشتن که برادرم شکر خدا جان سالم به در برد. کورس آرایشگری مدت 2 ماه خواندم و بعد تئوری که خودتون میبینین سالن از خودم با یاری دفتر RCVC سالن باز کردم. ترتیب معین کردن گرفتن مقام گریزه در آن است که یگان دلیل با اعتماد طلب کرده نمی شود و نقش اساسی را در معین کردن مقام گریزه، یعنی شخصی که درخواست پیشنهاد کرده است، معلومات درباره کشور منصوبیت شهروندی اجرا میکند که یعنی این معلومات سنجیده می شود تا چه اندازه گفته های همین شخص به حقیقت نزدیک دارد، یا همین چنین وضعیت در همون کشور جای دارد یا نه.